و قرار ما امروز از اون پله ها بریم بالا و شاید هم خیلی بالاتر برای تمرین. یا ابوالفضل باید بودیم اینا رو، خیلی زیاده یا خدا. بیا بریم الان ماشین معبد شاولین میمونه. برای بگی نگاه کن ولی خدایی اون میگه یعنی میگه ویوره پایتخت 4 سلام و درود. خب منم و پارسا، این حالا نمیدونم چندمین ویدیوی ما قراره باشه ولی دوستتون دارم خیلی زیاد، قهر نکنیم بهتون نمیاد. تو چیزی نداری پارسا بگی؟ دمتون گرم که سابسکرایب میکنین و زنگوله این کنارم با انگشتان زیبانتون فعال میکنین. موفق و پیروز باشید. بریم برای فتح امروز. و قرار ما امروز از اون پله ها بریم بالا و شاید هم خیلی بالاتر برای تمرین ریز. دفعه قبل داشتیم اینجا. یا ابوالفضل باید بودیم اینا رو، خیلی زیاده یا خدا. بیا بریم الان ماشین معبد شاولین میمونه. این ورم جذابه ولی ما میخوایم این بله دونده های جامائیکایی. بله این زیباست. بریم دیگه. موتورسیکلت اکیداً ورودش ممنوعه. خب داریم کم کم نزدیک میشیم. فکر نکنم زیاد باشه، خیلی اصلا زیاد نیست ولی میشمارم چند تا پله است. این ورودی and a half hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. ماشاءالله مثلا ورزشکاری. ده برای بار اول همینجوری داستان دیگه. ببینیم یادم رفت وقتی میای واقعا کوه میبینی نفست در چه حده. بکس ما رسیدیم بالا. اینجا خیلی زیباست. زیبایی رو بنگردید. دویدن سرمون میزی بخوره همون پایین میخوره. آره منظورش اینه نیا کن نفست خیلی بده. منظورش اینه از این پایین قل میخوریم از این بالا قل میخوریم این پایین میشه بزنیم ما دوندمون شروع شه. این همه راه از خونه اومدیم تازه رسیدیم به محل مورد نظر بعد تازه زدیم. دوستان 5 دقیقه اول که راه میریم. امیدوارم سالم قاطش کن تا بعد. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. پارسا اما پیشی گرفت، میدونه پام درد میکنه و پیشی گرفتی. این کار زشتیه. بعدا بهش بگم پارسا تو از آمادگی بالای برخورداری، ما هم تو وزن زدن از آمادگی بسیار بالایی برخورداریم. پس آره حاجی بله نگاه کنید عوامل صحنه دارن چیزایی که بچه خط قطعی کردن پاک همیشون گرم. خسته نباشید. خسته نباشید. من دیگه همچنان عقبم. سری خرس گذاشته من میخوایی نش کنیم من دور بزنیم. پارسا رد کنم. پارسا رد کنم. اوه من جزه استارت زم تو وایستدی چرا؟
بزن روشنش. این چیه؟ این چیه تو دستم؟ رول کردی؟ چیت کردی؟ این کردی؟ آشغال پوفیوز. پارسا بعد یه دوی ماراتون. من میخوام اون شیبه رو بیام بالا. شیبه خیلی بدیه ولی ارزشش داره. برگردیم دیگه. کجا بریم؟ برای تموم شد دیگه. تهش تموم شد. دویدن مونده تا اونجا مونده؟ تو الان 2 سرعت رفتی و منم اون بریم. خیرتون رو بدرقه من. گوش کنی بینید چی میگه. چی صحبت کرده بود اینا رو نگیر، اینا پرایوت آقای. من دارم نما میگیرم، صدا تو رو قطع کردم. بعد اینجا اومده بود لکی بیا بعد اون با چی صحبت کرد. خانوادگی، محفل خانواده. نگاه تنها کسایی که برات میمونن خب خانواده مهمترین عنصر. یعنی تو حتی موفقیت هم باید بذاری کنار، حواست به خانوادت باشه. نمیگم موفق نشو ولی خانوادت بوزاش فرق میکنه. جانم بو خانواده مهمترین عنصر. مادر، اولین شخص مادره، اولین عشق که بدون هیچ چشم داشتی بهت عشق میورزه. بعدش بعد خانواده، بعد مادر پدر، بعد خواهر، بعد برادر. البته میشه دومین نفر
خواهر حساب بیاد، بعد پدر، بعد مادر، بعدش برادر. ببخشید. همیشه یادتون باشه مهمترین مهمترین اعضا خانواده اصلا نمیشه با هیچ کس اینا رو مقایسه کرد. پاره شدیم. همین من خدابسی کردم، تو هم خدابسی کن دیگه. دوستان مراقب خودتون باشین. مراقب سلامتیتون همه چیزون. ورزش یادتون نره. بعدی به درود. درود و 200 به دود. بقیه چالش کن.